بچه ها ما در ادامه راه، بچه ها میگه ما ببخشید دوستان، در ادامه مسیر از این مسیر پیچ خم جاده چالوس باید بگذاریم. چالوس رو میبینید شما که چه ترافیکه، مسیرش هم به حاله. میگه من باید برم میگیرم سمت چپ و ویست. چه انگلیسی یاد بگیریم، انگلیسی یاد بگیریم، انگلیسی یاد بگیریم، به خدا انگلیسی یاد گرفتن. البته این دوتایشون هر دوتاشون یه بچه کیپ لفت رایت میگن، دوتا تونله دیگه. من اینجا همیشه گیج میرم، دوتا تونله هم دوتا تو یه مسیر میرن، ولی برای چیه که رایت که لفت میگه؟ این قضیه چیه من نفهمیدم به خدا. بین اوکلند و والنات کریک اگه کسی داشته باشه، یعنی کسی این مسیر رو آمده باشه، مخصوصا برادران اوبر و لفت قشنگ بلدن اینجا رو تو بیریا کار کردن. ببین هر دوتا اومد یکیشون همیشه که مسیر رو گوگل یا اشتباه میگه یا من واقعا اشتباه برداشت میکنم. نه، هر دو تاش یکی دیگه، یکی رو میگه وست، یکی رو میگه ایست. یعنی چی؟ هر دو تا میگه یه جایی یکی میشه دیگه. الان ما والنات کریک مرز والنات کریک و والنات کریک رو رد کردیم، ولی کجا داریم میریم؟ وارد اوکلند میشیم. اوکلند رو باید رد کنیم فکر کنم. آره هست اینجا دیگه به ایریاس دیگه. از این به بعد نزدیک به دریا میشیم. شما یواش یواش میبینین که چیه قضیه دیگه، داریم میریم پایین. یعنی ببین اصلا نیاز نیست گاز بدی اینجا رو دیگه. خواهشن رانندگی رو یاد بگیرید، گاز ندید. برای جاده منحرف میشی. شما جاده رو میبینی که اصلا گاز نمیدی. پامون تازه گذاشتم رو نیش ترمز که یواش یواش ترمز بگیرم، چون رو سر پایینیه خود ماشین با سرعت میره پایین دیگه.
دلم نیومد این تیکه رو نگیرم. تیکه قشنگه. اسپیدش هم بچه ها سرعت چیزش هم 55 تا هستش. قشنگ این جاده رو براتون میگیرم. اون که شیشه ماشین هم کثیف شده ولی میگیرم تا ببینین قشنگ کجا میریم. ما 5 مایل بریم. 5 مایل یعنی که همون 80 تا کیلومتر در ساعت. پرینستون سیتی اسمال سیتی کوچیکه. ما پرینستون سیتی رو هم رد کردیم بچه‌ها، چون نزدیک به شهر شدیم به خاطر همین سرعتون میاد پایین. اینجا هم سرعتون کمتر میکنم تا این بنده خدا پول بیابونی بجر اومد. این کارو نکنین خواهشم. الگراندر هم رد میکنیم. ما هنو چند مایل دیگه مونده زیاد. من سعی میکنم سمت راست رو بگیرم که چون دوست دارم آرومتر برم تا بتونم. آره این شهرم رد میکنیم بچه ها. شهر قشنگه، دوست دارم. نگاه کن قشنگ کنار دریاست دیگه. اصلا فکر کنم چیز هم داره، قایق و کشتی و از این چیزا که شما میخوان برین چی کنین. داره مثل تقریبا ازمیر ترکیه است که بچه ها داریم میریم پاسیفیکا سیتی. تو مسیرمون به یک شهرهایی که قشنگه، از نظر من قشنگه، هواش خوبه، تو هوای تابستون مثلا سرده. این شهر من خیلی خوشم میاد تابستون بیام اینجا همش. کاش اینقدر وضعیت خوب بود که میتونستم چند تا خونه اینجا بخرم برای خودم. پاسیفیکا سیتی نزدیک دریای. دمای هواش خیلی خوبه، خیلی سرده. سردی رو دوست دارم. شما از دریا بگید که بالاتر. آفرین، دریا رو داشته باش. داریم میریم پایین تو شهر که دریاست. دریا میبینیش کجا؟ این ور بگید شهر رو بگید قشنگ. میریم پایین. حالا دریا، رسیدیم به دریا، به این شهر کوچولو. یه تونل قشنگ، یه تونل خیلی طولانی رو باز ما رد کردیم. یادتون باشه که این تونل رو من نمیدونم اسمش رو یادم رفته، ببخشید. همشم باید میپرسه من بعد پاسیفیکاست، بعد شهر پاسیفیکاست مقصد ما. بچه شکار لحظه پاسیفیکا یه قشنگه. بیاینا پاسیفیکا سیتی است، بعد از سان فرانسیسکو سیتیه. یعنی هایوی یک پاسیفیکا کوست میگن، چی میگن؟ هایوی کنار دریا رو بگیریم بریم سمت لس آنجلس میشه پاسیفیک. یکی بعد از سان فرانسیسکو سیتی هم شهری که میاد پاسیفیکا سیتیه. شهر قشنگیه، تو تابستون خیلی خوبه، سرده، کوچیک و خلوته. بینی بچه ها برای تجارای عزیز اینجا بیان خونه بخرین، بیزینستون رو وسعت بدین. نگاه کنین
مردم همه در حال پوشیدن و در بردن شلوارهایشون هست به مقصد دریا. تاکوبل قشنگ هم داره. تاکوبل میتونی بیاین صبحانه غذا وجی، یعنی حلال ملال، حالا هر چی، حالا حلال من تو وسیلهش نمیشه. غذا خوبه. من خیلی دوست دارم تاکو پاکو. بچه‌ها یعنی همه چی داره. مرکز خریدم داره. والمارت و تارگت و سیفوی و همه رو داره. گریسری اوتلت هم داره. قشنگ ما اینو رد کردیم. همچنان من رانندگی میکنم و راه همچنان ادامه دارم. جنگل قشنگش رو ببینید شما. میریم به یه جایی که تا حالا فکر کنم کمتر فارسی زبونی رفته باشه. جاده قشنگ، شما جاده رو قشنگ میگیرید. آفرین، جاده رو قشنگ میگیرید. بیننده ها لذت ببره. در دیوار ماشین بچه‌ها ببخشین دیگه. کم کم منظره زیبایی ها خیلی باحاله. من خیلی خوش دارم جاده. ولی باید ماشینی داشته باشین که حداقل سرباز ساپانی رو به مشکل برنخوره. جاده های پاسیفیکا محال یادم بره، این همه در دیوارای باحال محال یادم بره. قشنگه. مرسی، ممنون از فیلم بردار عزیزمون که ما و شما رو بی نصیب نمیذاره دیدنی منظرهای عالی. درخت‌ها رو رد کردیم، به تپه ها میرسیم. تپه هایی پافسیکا همچنان راه ادامه داره. فعلا هستیم با شما.